در ارمنستان اعتراض ناراضیان پیشبری نامزدی پرزیدنت پیشین سرژ سرگیسیان به مقام نخست وزیر کشور ادامه دارد. صرف نظر از بازداشت شریکان خود، تظاهرگران از عملهای اعتراضی دست نکشیدند. روز سه‌شنبه پلیس دست کم 30 نفر را بازداشت کرد. تشکیل کننده اعتراض رهبر حزب سازش شهروندی نیکول پاشینیان از آغاز نافرمانی کامل خبر داد و طلب کتبی رهبری پلیس برای ختم تظاهرات را پاره کرد. پاشینیان و طرفدارانش در کوچه‌های مرکزی یریون حرکت دارند و راه نقلیات را مسدود می‌کنند. صبح امروز او به بستن تمام جاده‌های دعوت کرد که به سوی پارلمان می‌برند. قرار است امروز نمایندگان مردمی ارمنستان نامزدی نخست وزیر را بررسی کنند. روز گذشته حزب حاکم جمهوری خواه و دشناکتوتون از پیشبری نامزدی سرگیسیان به مقام نخست وزیر یک دلانه پشتیبانی کردند. اشتراکداران نمایش‌های اعتراضی سرگیسیان را به تصرف قدرت در کشور متهم می‌کنند. سرگیسیان از سال 2007 تا سال 2008 نخست وزیر و از سال 2008 تا 2018 پرزیدنت ارمنستان بود. بعد اصلاحات قانون اساسی ارمنستان به ساخت اداره پارلمانی می‌گذرد. اداره دولت اکنون با نخست وزیر خواهد بود.